بسیاری از کلمات و مفاهیم در نظام ولایت فقیه معنایی کاملا خلاف معنایی که تا به حال داشتند پیدا کردند. کلمات ذبح شده‌ای مانند انقلاب، مکتب، شهادت، امر به معروف و غیره. کما اینکه بسیاری از اشیا و پدیده ها نیز کاربردی به کلی متفاوت از آنچه در سایر کشورهای دنیا معمول است یافتند. مثلا جرثقال در همه دنیا کاربرد مشخصی دارد، اما در ذهنیت مردم ایران جرثقال تصویر و تنینی خوف‌انگیز دارد، چرا که مترادف شده است با حلق‌آویز و اعدام. از این موارد مانند مسجد، دانشگاه و غیر انتفاعی و غیره که گاه دستمایه طنز تلخ مردم ایران شده زیاد است. امروز می‌خواهیم بر این سیاهه یک کلمه دیگر را هم اضافه کنیم: هتل. هتل معمولاً مکانی است برای اقامت کوتاه مدت هنگام مسافرت به سایر شهرها یا کشورها، یا محلی است برای جشن‌ها و گردهمایی‌ها با هدف آسایش، رفاه و تفریح. اما هتل در فاشیسم دینی حاکم بر ایران به مکانی برای مارپروری، یعنی جاسوس پروری و آموزش عوامل وزارت اطلاعات، یا محلی برای توطئه و ترور تبدیل شده است. هتل لاله، هتل استقلال، هتل المپیک در تهران و ده‌ها هتل دیگر شهرستان‌ها مانند هتل مرمر کرمانشاه و هتل یمامه، هتل منصور و هتل مهاجر در بغداد و هتل انصار در کربلا نمونه‌هایی است که در آنها فعالیت‌های پنهان وزارت اطلاعات جریان دارد. بینندگان عزیز، سلام بر شما. در برنامه پرونده این هفته می‌خوایم روی یکی از این لانه‌های وزارت اطلاعات و نیروی تروریستی قدس در عراق، یعنی هتل مهاجر بغداد، متمرکز بشیم و ببینیم که وزارت اطلاعات چطور و با چه شیوه‌هایی از این محل برای ساماندهی و تدارک توطئه‌های خودش علیه مجاهدین اشرفی استفاده می‌کنه. در دو برنامه قبلی پرونده درباره 50 نفر از مأموران و مزدوران اطلاعات رژیم که به مالکی نامه نوشته بودند صحبت کردیم که در اون نامه این فرومایه‌ها از مالکی به خاطر ریختن خون 52 مجاهد اشرفی در قتل عام 10 شهریور 92 تشکر کرده بودند و او را برای ادامه و تکمیل این جنایت مورد ترغیب و تشویق قرار دادند. این شاگرد جلادها را به چند دسته میتوان تقسیم کرد. یک دسته مأمورانی که از ابتدا توسط وزارت اطلاعات به منظور نفوذ در ارتش آزادی بخش، ریختن خون مجاهدین و سوء قصد به جان رهبری مقاومت اعزام شده بودند و پس از کشف و اخراج مجدداً به نزد اربابان خود برگشتند و بعد به اروپا اعزام شدند. دسته دیگر خائنان و واماندگانی بودند که سختی‌های مبارزه را تاب نیاوردند که یا اخراج شده یا با سرقت سلاح و خودرو فرار کردند و سپس به استخدام گشتاپوی آخوندی درآمدند و با سناریوهای مشابه و مسخره فرار که وزارت اطلاعات برای سفیدسازی آنها ترتیب داده بود به مأموریت خارجه اعزام شدند. در دو برنامه قبلی پرونده های این دو دسته رو توضیح دادیم. در برنامه این هفته سراغ دسته دیگه از این مزدوران و امضا کنندگان نامه تقدیر و تشکر از مالکی میریم که بعد از ترک یا اخراج از اشرف یا لیبرتی در هتل مهاجر بغداد مراحل جذب به وزارت اطلاعات و دوره آموزشی خودشون رو طی کردند و در زمره مستخدمان وزارتی در اومدند. این موضوع بعدش برای توجیه و تکمیل آموزششون به ایران منتقل شدند و بعد هم برای جاسوسی، شکنجه روانی یا اهداف عملیاتی مجدداً به عراق اعزام شدند یا روانه کشورهای اروپایی شدند. این مزدوران عبارتند از قربان علی حسین نژاد، رضا رجبزاده، علی محمد خاتمی، احسان بیدی، محمود سپاهی، همایون کهزادی، جعفر ابراهیمی، کریم غلامی، غفور فتاحیان، مهرداد ساغرشی، مهدی سجودی، حمید رضا سلمانی و زهرا میرباقری.
اما هتل مهاجر چطور و چرا شکل گرفت و وزارت اطلاعات و نیروی تروریستی قدس با چه شیوه هایی از اون برای اقدامات اطلاعاتی و تروریستی استفاده می کنند؟ در سالهای بعد از جنگ عراق و اشغال این کشور در فاصله سال 1382 تا 1387 نیروهای آمریکایی به گفته خودشان برای فروپاشی و انحلال نرم مجاهدین و ارتش آزادی بخش ملی اردوگاهی را در کنار اشرف به نام تیف دایر کرده بودند تا از طریق شکار طعمه به کسب اطلاعات و جاسوسی و استخدام مزدور بپردازند. اما این طرح اساساً شکست خورد و آمریکا این بساط را جمع کرد. وزارت اطلاعات و سپاه آخوندها به ویژه نیروی تروریستی قدس نیز تلاش کرده بودند با نفوذ در تیف عضوگیری کنند. با انحلال تیف بریدگانی که با تعطیل تیف مأوای خود را از دست داده بودند و برخی از آنها در تیف به استخدام وزارت اطلاعات درآمده بودند، توسط وزارت در هتل‌های مختلفی در بغداد مستقر شدند تا هم دوره‌های آموزشی خود را بگذرانند و هم برای توطئه علیه مجاهدان اشرف دم دست باشند و سپس به ترتیبی که گفتیم به ایران و خارج اعزام شوند. هتل مهاجر که حالا به یکی از مراکز گشتاپوی ملایان و نیروی تروریستی قدس تبدیل شده، در خیابان کراده در نزدیکی میدان حریه بغداد واقع شده. کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت در 4 اسفند 92 شمه‌ای از اقدام‌های رژیم در این هتل و مهره‌های اطلاعات رژیم رو که به اون رفت و آمد می‌کنند به اطلاع هموطنان رسونده. مسئولیت هتل مهاجر رو ابتدا فردی به نام کیومرث یا غلامعلی رشادتمند که به اون حاجلی میگن و مأمور وزارت اطلاعات در سفارت رژیم در بغداد به عهده داشته. بعدن این مسئولیت رو به یک پاسدار سرتیپ نیروی قدس به نام مستعار سجاد منتقل شد که قبلا مأمور اداره نفاق تو بخش ویژه مجاهدین در وزارت اطلاعات. این پاسدار سرتیپ رسما در سفارت رژیم در بغداد کار می کند، اما معمولاً تمام روز در سویت مستقلی در هتل مهاجر به سر میبرد. فردی به نام محمود از سپاه بدر راننده وی است و او را به هتل مهاجر میبرد و به سفارت برمیگرداند. این پاسدار سرتیپ جنایتکار علاوه بر استخدام مزدور در هتل مهاجر با مأموران اطلاعات در برخی کشورهای دیگر از جمله آلبانی در ارتباط مستمر قرار دارد. پاسدار داناییفر سفیر آخوندها در عراق و سرکردگان نیروی قدس برای پنهان کردن هویتش اغلب با لباس عربی به این محل رفت و آمد دارد تا از پیشرفت طرح‌ها و برنامه‌ها اطمینان حاصل کند. شمار دیگری از مأموران نیروی قدس و اطلاعات آخوندی مانند موسوی و حسینی به طور مستمر به این محل رفت و آمد دارند. آنها در ارتباط نزدیک با کمیته سرکوب اشرف هستند. تعدادی از مزدورای عراقی رژیم به نامهای ابو کرار یا ابو مصطفی، ابو احمد، ابو حسن یا فردی به نام بشیر حسام حمودی که در ارتباط با سفارت رژیم و وزارت اطلاعات تو این هتل کار میکنن. در مورد بشیر حسام حمودی این فرد بارها برای توجیه به ایران تردد کرده. ناف عیسی و علی دلیمی که 2 مزدور عراقی شناخته شده سفارت رژیم در عراقن به این مکان تردد دارن و کارچاق‌کن انتقال مزدوران استخدام شده از هتل مهاجر به ترکیه. یک تعدادی از ماموران اطلاعاتی و نیروی قدس هم تحت عنوان خبرنگار یا فیلمبردار برای تهیه گزارش به اصطلاح مستند به عراق میرن. اینها هم در هتل مهاجر مستقر میشن و از اونجا برای ضبط برنامه به اشرف یا نقاط دیگه میرن. هر بریده‌ای که به هتل مهاجر میره ابتدا اونو در طبقه اول قرنطینه میکنن تا پاسدار سجاد با اونها مصاحبه کنه. بعداً بسته به نتیجه مصاحبه اونها رو به اتاقایی در طبقات 2، 3، 4 میفرستن.
یا در موارد خاصی مثل مسعود دلیلی داخل ناپدید میشه و به محلهای ویژه‌ای دیگه‌ای منتقل میشه، تا مثل اون که نقش راهبلد رو در قتل عام 10 شهریور به عهده داشت برای مأموریت‌های ویژه و جنایتکاران مورد استفاده قرار میده. پاسدار دشقیم سجاد سعی می‌کند در تبانی با گماشتگان عراقی تازه واردها را با تهدید و تطمیع و اعمال فشار به همکاری با اطلاعات بکشاند. یکی از تاکتیک‌ها ایزوله کردن افراد در هتل و نیز کارشکنی در پرونده آنها در کمیساریای پناهندگان است. هدف در هم شکستن افراد است تا به استخدام وزارت اطلاعات درآیند و از مزدوری آنها اطمینان حاصل شود. آنگاه بسته به مأموریتی که برای مستخدمان جدید در نظر گرفته شده، آنها را به اروپا و سایر کشورها منتقل می کنند یا به ایران می برند. کسانی که برای مأموریت‌های ویژه امنیتی در نظر گرفته شده باشند به ایران می روند. برخی از مزدورانی که کاندیدای مأموریت‌های ویژه در اروپا شدند، ابتدا مدتی مخفیانه به ایران منتقل و پس از توجیه و آموزش به عراق و از آنجا به ترکیه و سرانجام به اروپا اعزام می شوند. یک کار دیگه هم که مامورای رژیم در این هتل میکنن اینه که افراد جدید الورود رو وادار به مصاحبه های تلویزیونی علیه مقاومت میکنن. سفارت آخونده در بغداد برای مزدورایی که به خدمت رژیم در میان و قراره که به اروپا برن پاسپورت ایرانی صادر میکنه و اونا رو به ترکیه میفرسته. کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورا در اطلاعیه 11 آذر 92 برگ اول پاسپورت ایرانی یکی از مزدوران اعزامی به نام احسان بیدی را که زیر عنوان پناهجو و عضو سابق مجاهدین از هتل مهاجر به آلبانی اعزام شد منتشر کرد. این فرد در نمایش‌های سفارت رژیم در اطراف اشرف به خدمت گرفته شده بود و همراه با دیگر مزدوران با بلندگو و پلاکارد به اشرف میرفت. هتل مهاجر همون چراگاهیه که دانایفر سفیر رژیم در بغداد صراحتاً اذعان کرد که حکومت آخوندی تمامی مخارج اون و رفت آمد این مزدوران رو تأمین میکنه. بیشترین خدمات ما به عنوان سفارت خدمات کنسولی است. این افراد شهروند خارج از ایران هستند. بعد از اینکه گفتند ما می‌خواهیم برویم، وسائلی را فراهم کنیم که جایی دیگر بروند و قدم اول هم در اهدای پاسپورت متجلی می شود و همچنین در اختیار گذاشتن مقداری پول و هزینه بین راه که بتوانند خود را به آن جای دلخواهشان برسانند. حتی افرادی در هتل‌هایی در بغداد مستقر هستند که ما هزینه‌شان را پرداخت می‌کنیم. در هتل‌ها تقریباً 100% هزینه‌ها را ما داریم می‌دهیم. بیشتر از این چه کمکی بکنیم؟ اما واقعاً بخش قابل توجهی به ایران می‌آیند، یک بخش قلیل هم به خارج خواهند رفت. روشنه که هدف این هزینه ها و خدمات کنسولی آخوندها شکار طعمه و کسب اطلاعات از اونها به منظور انجام عملیات تروریستی علیه اشرفی ها و به همکاری اطلاعاتی تروریستی کشوندن افرادیه که به هتل مهاجر رفتن. طبعا در گام بعدی هم کسایی که به خیانت و همکاری با وزارت اطلاعات تن میدن به لحاظ سطح اطلاعات و کارایی طبقه بندی میشن و نحوه به کارگیری و مأموریت اونها مشخص میشه. اظهارات سفیر تروریست رژیم در عراق در مصاحبه فوق الذکر هدف رژیم از راه اندازی و اداره این مراکز تروریستی را بیان می کند. چرا که وقتی خبرنگار رژیم از پاسدار دانایفر درباره نقش اطلاعاتی این موجودات خودفروخته و اقدامات تروریستی رژیم سوال کرده و میپرسد ایران چه نفوذ اطلاعاتی امنیتی در داخل سازمان در داخل کمپ دارد، او به روشنی میگوید بیشتر نفوذ افرادی هستند که بیرون میآیند
و شرایط آنجا را برای ما تعریف و تشریح می کنند. نفراتی که به هتل مهاجر می روند ابتدا تحویل نیروهای اطلاعاتی و امنیتی عراق و سپس اطلاعات آخوندها داده می شوند تا اولا از طریق آنها اطلاعات خود را بروز کنند، ثانیاً بتوانند از آنها ارزیابی و برآورد اطلاعاتی و عملیاتی برای بکارگیری علیه اشرفی ها نمایند. این همان موضوعی است که بعد از روشنگری های مقاومت ایران درباره این مراکز جاسوسی و تروریستی در سایت های شعبات وزارت اطلاعات نیز درج کرد. به گزارش انجمن دفاع از قربانیان تروریسم به نقل از سایت سراج، بنابر اعلام یک منبع آگاه از اسفند ماه سال 90 تا کنون 14 نفر از اعضای فریب خورده منافقین از اردوگاه لیبرتی در بغداد فرار کردند. این مقام که نخواست نامش فاش شود افزود 2 نفر از این افراد به علت ابتلا به بیماری‌های تنفسی و سرطان و کم توجهی رهبران و مسئولان گروهک تروریستی منافقین پس از خروج از اردوگاه یاد شده فوت شدند و 12 فراری دیگر این گروه برای دریافت اطلاعات از این گروهک در اختیار نیروی اطلاعاتی و امنیتی قرار دارند. بعضی از این مزدورا بعد از اون که در هتل مهاجر به استخدام وزارت اطلاعات در اومدن و دوره آموزشی خودشون رو در ایران طی کردن، دوباره به اشرف اعزام میشن تا در شکنجه روانی مجاهدین یا در تکمیل شناسایی اماکن اشرف و طراحی حملات جنایتکارانشون به اشرف شرکت کنن یا به عنوان راهنمای مأموران اطلاعات و قدس برای تهیه فیلم و رپورتاج به اشرف برن، مثل قربان علی حسین نژاد، رضا رجبزاده و یا علی محمد خاتمی. قربان علی حسین نژاد که در حال حاضر به پاریس اعزام شده، از فروردین 91 به استخدام اطلاعات ملایان درآمده است. حل و فصل مسائل قانونی و اقامت و دریافت پناهندگی سیاسی این مزدور در خارجه به جهانگیر شادانلو، مأمور شناخته شده اطلاعات آخوندها در پاریس سپرده شد. گزارش مشترک کنگره و وزارت دفاع آمریکا در دسامبر 2012 دی ماه 91 درباره عملکرد وزارت اطلاعات رژیم ایران و شیوه‌های آن تصریح می‌کند: وزارت اطلاعات به جوامع ایرانی خارج از ایران از طریق انواع روش‌ها نفوذ می‌کند. به عنوان مثال، یک انجمن به نام حمایت از پناهندگان ایرانی در پاریس جهت عضوگیری پناهجویان ایرانی برای جاسوسی ایرانیان در فرانسه به کار گرفته می شود. در مورد قربان علی حسین نژاد باید بگم که بعد از اون که در فروردین 91 خودش رو به نیروهای عراقی تحت امر مالکی تسلیم کرد، در 2 قتل عام ساکنان اشرف شرکت کرد. اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت به تاریخ 3 مهر 91 در این باره گزارش کرده است: ظهر امروز 9 تن از مأموران اطلاعات و نیروی تروریستی قدس و مزدوران استخدامی رژیم در بغداد به اشرف فرستاده شدند تا با کمک نیروهای عراقی به تحریک و ضرب و شتم ساکنان بپردازند. چند تن از این مزدوران عبارت بودند از محمد کریم فنودی، محمد اکبرزاده، عبدالکریم ابراهیمی، قربان علی حسین نژاد، حسن شرقی و مریم مرتضایی سنجابی. این مزدوران که توسط نیروهای عراقی اسکورت می شدند به مقر معین که در قتل عام فروردین 90 آوریل 2011 به اشغال نیروهای عراقی درآمد رفتند و به برگزاری شوهای مسخره و تهیه عکس و فیلم پرداختند. آنها سپس در میدان لاله با کمک نیروهای عراقی به سنگ پرانی به سمت ساکنان پرداختند که بر اثر آن مجاهد خلق حسن جباری از ناحیه سر و گردن مورد اصابت قرار گرفت و مجروح شد.
این موضوع سرسپاری تمام عیار خود به رژیم ملایان را پنهان نمی کند. در صفحه اول فیسبوکی که وزارت اطلاعات برای او ساخته، عکس‌های خمینی و دادستان خوناشام او آخوند صانعی در دهه 80 میلادی به چشم می‌خورد. ندامتنامه قربان علی حسین نژاد در همین فیسبوک گذاشته شده که در آن به خانه شاگردیش برای شهید دکتر باهنر و همکاری در ترجمه کتاب مرحوم آیت الله مشکینی در مورد نفی تکامل در قرآن اذعان می‌کند. اطلاعات ملایان سپس قربان علی را برای شکنجه روانی و جداسازی دخترش خواهر مجاهد زینب کریمزاده به کار گرفت. از این پیشتر سازمان مجاهدین خلق ایران برای قربان علی حسین نژاد 3 بار حکم اخراج صادر کرده و در آوریل و اوت 2010 و ژوئن 2011 اسم او را برای ترک اشرف به یونامی و مقامات آمریکایی داده بود. علی محمد خاتمی پس از تسلیم خود به نیروهای عراقی فوراً به هتل مهاجر منتقل گردید و تحت آموزش وزارت اطلاعات قرار گرفت و بر اثر این آموزش‌ها به یک کشف شگفت انگیز نائل آمد و به طرز بسیار زبونانه‌ای که بیانگر نیاز آخوندها و گشتاپوی آن به چنین موجودات بنجلی است میگوید: به این نتیجه رسیدم که آزادترین و پاکترین و دموکراتترین کشور وطن عزیز خودم ایران است. علی محمد خاتمی هم یکی از 18 مأموری بود که فکر کنم در آذر ماه 92 توسط سفارت رژیم در بغداد در هماهنگی با مالکی مشاور امنیت ملیش و تحت حمایت ارتش مالکی به اشرف رفت تا با صحنه‌سازی و ساختن گزارش‌های دروغ از اماکن مختلف اشرف عکس فیلم تهیه کنند. صحنه‌هایی که البته به دلیل نفرت و انزجار مردم ایران از وزارت بدنام اطلاعات و مزدوراش اول طوری پخش کردن که چهرهشون قابل تشخیص نباشه. بعد چون این مزدورا توسط مجاهدین لو رفتن، وزارت اطلاعات هم تو نوبت‌های بعدی ناچار شد که چهره پلیدشون رو علنی کنه تا بیشتر در مقابل خلق رسوا بشن. رضا رجبزاده یکی دیگر از پادوهای اطلاعات آخوندهاست که در نمایش‌های نفرت انگیز شبکه‌های تلویزیونی آخوندی به منظور خوشخدمتی برای ولایت فقیه و اثبات خیانت خود به هر رذالتی تن داده است. مستخدم جدید و حقیر آخوندها پیش از این نیز در تاریخ 25 آبان 92 در تجمع مشترک نخست وزیری عراق و سفارت رژیم آخوندی در دانشگاه بغداد به صحنه آورده شده بود. این اقدام برای مقابله با تنفر جامعه جهانی در قبال اعدام‌های جمعی و گروگانگیری در قتل عام 10 شهریور 1392 اشرف صحنه سازی شده بود تا مدعی شوند مجاهدین
خودشان را کشتند. محمود سپاهی پس از اخراج در اردیبهشت 88 تحویل نیروهای عراقی شد. اطلاعات عراق نیز او را به هتل مهاجر که تحت کنترل وزارت اطلاعات رژیم است منتقل کرد و او به این ترتیب در ارتباط مستقیم با کارگزاران وزارت اطلاعات و آموزش‌های آنها قرار گرفت. محمود سپاهی پس از ارائه انواع خوشخدمتی‌ها و اثبات مزدوری خود برای وزارت اطلاعات به عنوان یک پادو و مأمور حلقه به گوش اعتماد گشتاپوی آخوندی را جلب کرد. او سپس برای انجام مأموریت‌های جدید علیه مجاهدین در اروپا تحت آموزش قرار گرفت و پس از ابلاغ و توجیه مأموریت‌های مزبور توسط وزارت اطلاعات به شکل غیر قانونی و با پاسپورت جعلی به فرانسه اعزام شد. احسان بیدی یک پادوی گشتاپوی آخوندی است که در سال 1381 وارد پذیرش ارتش آزادی بخش شد و در 31 فروردین 91 به تعهداتش پشت پا زده و با خیانت به آرمان آزادی مردم ایران مسیر خودفروشی را در پیش گرفت و خود را به نیروهای عراقی تسلیم کرد. وی پس از رفتن نزد نیروهای عراقی وسایل خود را درخواست کرد و کلیه وسایل و امکانات و پوشاک او شامل بیش از 100 قلم از طرف ساکنان به نماینده کمیساریای عالی پناهندگان تحویل گردید تا در اختیار نامبرده قرار داده شود. احسان بیدی بعداً به هتل مهاجر بغداد رفت و به خدمت وزارت اطلاعات در اومد. بعد از اون بود که سفارت رژیم تو بغداد اونو همراه بقیه مزدورا با بلندگو پلاکارد به دم در اشرف فرستاد. وزارت احسان بیدی رو به آلبانی اعزام کرد. طبق معمول این مواردم ماسک پناهنده به چهره اون زد. هدفش هم ایجاد اخلال در انتقال ساکنان لیبرتی به آلبانی بود. این مزدور بعداً روی خط عراق آلبانی مشغول انجام ماموریت‌هایی شد که وزارت اطلاعات بهش محول میکرد. احسان بیدی در روز 24 مهر 92 زیر عنوان پناهنده و عضو سابق مجاهدین با یک پاسپورت ایرانی به آلبانی وارد شد. این پاسپورت که در 8 بهمن 91 و برای 5 سال معتبر است، به روشنی نشان می‌دهد که پناهندگی در مورد این شخص از اساس موضوعیت ندارد. از اون چی که گفتیم دو نتیجه میتونیم بگیریم. اولا به کار گرفتن هتل توسط وزارت اطلاعات برای تولید مزدور و مأمور اطلاعاتی به لحاظ محتوا همون صنعت توابسازیه که رژیم در زندانهاش اون رو کهنه کرد. در اونجا رژیم با حربه شکنجه و وعده عفو این منظور رو عملی میکرد و در هتل مهاجر هم با قرنطینه کردن و وارد کردن انواع فشارهای روانی و صنفی از یک طرف و وعده فرستادن به خارجه این کار رو میکنه. ثانیاً از اونجا که رژیم در شیوه‌های نظامی و تروریستی شکست خورده و نتونسته در تشکیلات پولادین مجاهدین رخنه ایجاد کنه، به جنگ تبلیغاتی و روانی پناه برده و با هتل و محصولات اون یعنی مأمور اطلاعاتی و با به کار گرفتن اونها در عراق یا خارجه میخواد بخت خودش رو در این زمینه هم آزمایش کنه. اما همونطور که در برنامه پرونده قبلی دیدیم، حتی دانایی فر سفیر رژیم در بغداد که از مهره‌های کارکشته نیروی تروریستی قدس هم هست، از اینکه این شیوه ها موثر باشه پیشاپیش اظهار ناامیدی کرده. تا اونجا که به مجاهدین اشرفی برمیگرده، اونها آماده‌اند که هر ترفند و توطئه رژیم رو سر خودش خراب کنن و پوزش رو در عرصه جنگ روانی هم به خاک ببرن. خدا نگهدار.